سلام علیکم بینندگان محترم، شنوندگان عزیز و خوانندگان گرامی ما. مدت‌های دراز من آدمانی را جستم که می ارزد با آنها مصاحبه کنی. آنها تجربه زیاد دارند، آنها به ما کمک می کنند و قدم‌های نوبتی را نشان می دهند که چطور به درجه نو برآمدن و بیزنس خود را بالا بردن ممکن است، چطور درآمد کار را زیاد کردن ممکن است و غیره. و من رالک‌های گوناگونی محترم مرغلان سیسیمبایف را مدت زیاد تماشا کردم. من این کس را استاد خودم می شمارم. از این رو نهایت امروز توانستم با این کس واخورم و ما ایشان را به مصاحبه دعوت نمودیم. به این مکان خوش آمدید محترم مرغلان سیسیمبایف. من خیلی شادم که شما وقت یافتید و به این واخوری آمدید. فکر می کنم که این مصاحبه به آدمان زیاد فایده می بخشد. برای چی؟ برای آن که آن آدمانی که کتاب‌های مرا خواندند و اودیتوری که من دارم، خلاصه فلسفه من و شما از یک جهت به هم مانند است. من پسر چوپان عادی ام، در دهه به پای رسیدم. من فرزند دهم در عائله‌ام. شما باشید در یکی از مصاحبه هایتان گفتید که من با چوپانی کلان شدم و غیره، چون این سرگذشت‌ها داشته و بعد من یک چند بار مفلس شدم، روزهای وزنی داشتم، در عذاب بودم، جنایتکاران مرا تحقیر می‌کردند، قرضدار بودم و غیره. ولی مثل شما در حجم میلیاردها نه، اما همان مرحله زندگی من خیلی دشوار بود.